به نام یاد خدا. سلام عرض ادب خدمت تک تک شما عزیزای نازنین، دختر پسرای گل. انشالله که در کنار پدر و مادرتان بازم خوب و خوش باشین و تانسته باشین درسای گذشته را خوب تمرین کرده باشین و نمازهای خود خوانده باشین، شرطای نماز و فرضای داخلی یا رکنای نماز خوب یاد گرفته باشین. همونطوری که قبلا خدمت شما عرض کردم، هر عملی یا هر فرضی که ما انجام میدیم که او اجزایی داره، ارکانی داره، شرایطی داره. طبعا بعضی از قسمت های از فرض است، بعضی از قسمت های سنت است، بعضی از قسمت های از واجبه. که نماز مهمترین رکن اسلام، یکی از ارکانی خیلی 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 مهم اسلام که برای ما شما از طرف خداوند متعال امر شده و پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر ما آورده و روزانه 5 وقتی رو میخوانیم. در داخل نماز فرض است، سنت است، واجب است، مستحب است، همه چیز است. ما شما فرضا رو گفتیم، یعنی 6 تا فرضی که در داخل نماز بود کدام بود؟ تکبیر تحریمه که سا خود بلند میکردیم 1، قیام بود 2 تا، قرائت بود 3 تا، رکوع بود 4 تا، دیگه سجده بود 5 تا، ششتن و تحیات آخر بود 6 تا. حالا میایم سر واجبای چی؟ واجبای نماز. نماز واجب هم داره. چند تا واجب داره؟ واجبای نماز 7 تا، یعنی 7 تا واجبی که در نماز باید و شاید این 7 تا واجب عملی شوند. اگر یک از این واجبا اشتباهاً یا قصداً ترک شود، نماز ما چی میشه؟ ناقص میشه. فقط در صورتی که اگر اشتباهی ترک میشه، باز وقت سجده سهو لازم میشه که سجده سهو باز با شما چی میکنیم؟ تعلیم میکنیم. واجب اول نماز خواندن سوره الحمدلله شریف در نماز. در 2 رکعت اول با یک سوره میخوانیم، در 2 رکعت آخر تنها میخوانیم. خواندن سوره الحمدلله در نماز چیه؟ فرض. چه واجب؟ واجب 1. ششتن و تحیات اول واجبه 2 تا. مثلا ما اگر 2 رکعتی داریم خب میخوانیم اونم تحیاتش هم فرض شستنش خلاص میشه میره. نمازهای 4 رکعتی که داریم در مابین 4 رکعت، یعنی بعد از 2 رکعت اول یک تحیات میشینیم که تحیات تنها خواندیم، بلند میشیم که موضوعات گپ زدیم، بلند میشیم به 2 رکعت بعدی. اینمی ششتن، اینمی تحیات مابین چیه؟ واجبه. این 2 تا. خواندن تحیات آخری واجبه. تحیات آخری ششتنش فرض بود، جزء رکنای نماز بود. وقتی که ما در تحیات آخری بشستیم، خواندن تحیات چیه؟ واجبه. این شد 3 تا. حالا فرض کنین که ما شما امامیم، پیش امامیم، یک چند نفر امامت میدیم نماز. اینمی که امامیم، به گردن امام یا کسی دیگه امامه، بلند خواندن نماز صبح و نماز شام و نماز خفتن و نماز جمعه و نماز عید و اینا نمازهایی که بلند خوانده میشه، بلند خواندن یزی واجبه، باید بلند بخونه. این شد چند تا؟ 4 تا. و به گردن اینمی امام آهسته خواندن نماز پیشین و نماز عصر واجبه. یعنی در جایی که بلند خوانده میشه بلند خواندنش واجبه، در جایی که آهسته خوانده میشه آهسته خواندنش واجبه. چند تا شد؟ 5 تا. خواندن دعای قنوت واجبه. ما شما نماز ویتر یا صلات ویتر تعلیم کردیم، گپ زدیم، سر موضوع تشریح کردیم. این حال بعد از اینکه رکعت سوم صلات ویتر از تحیات بلند شدیم، الحمدلله رو سوره خواندیم، بعد از او تکبیر میگیم، دستا خود بلند میکنیم، پس بسته میکنیم، اینجا دعای قنوت میخوانیم. خواندن این دعای قنوت هم واجبه. 6 تا. دیگه تعدیل ارکان واجبه. تعدیل ارکان چیه؟ ارکان اینمی فرضای داخلی نماز یا رکنای نماز ارکان میگن. اینمی درست انجام دادن، آهسته انجام دادن، برابر انجام دادن، اینمی رکنای نماز واجبه. یعنی بسیار منظم استاد شدن واجبه، تکبیر بسیار درست انجام دادن واجبه، رکوع بسیار آهسته انجام دادن، که یعنی وقتی که رکوع میکنی باید چی؟ باید آرام بگیری، واجبه. وقتی سجده میکنی باید آرام بگیری، واجبه. بعد تحیات آخری باید آرام بشینی، واجبه. یعنی امی 6 رکن داخلی نماز بسیار به صورت اساسی و به صورت آرام و به صورت مطمئن انجام دادنش چی میگن؟ تعدیل ارکان میگن که واجب. پس شد واجبای نماز چند تا؟ 7 تا. اول خواندن الحمدلله، دوم ششتن به تحیات اول، سوم خواندن تحیات آخر،
چهارم، بلند خواندن امام در نمازهایی که بلند خوانده میشه. پنجم، آهسته خواندن امام در نمازهایی که آهسته خوانده میشه. ششم، خواندن دعای قنوت در نماز ویتر. هفتم، تعدیل ارکان یا برابر انجام دادن رکن. حالا یکی از این واجبات اگر ما قصداً ترک بکنیم نماز مناقض میشه. ما نماز به حضور خدا تقدیم میکنیم. وقتی که شما یک تحفه رو به یک کس تقدیم میکنیم خب باید سالم باشه. اگر چیزی شکسته ای باشه، چیزی خرابی باشه، خب طبعا پیش خودمون لذت نداره، پیش از اون کسی که تقدیم میکنیم شاید خیلی ارزش نداشته باشه. ولی ما وقتی که به پروردگار ما این نماز تقدیم میکنیم باید نمازی سالم باشه. یعنی تمام اموراتش چه درست انجام شه. خب وقتی که یک واجب قصداً ترک میشه خب نماز ناقص میشه. فکر کنید که یک موبایل برای یک کس میدی صفحه شکسته، کلاس به یک کس میدی یک قسمتش دسته شکسته، ولی اگر اشتباهاً ترک میشه چیکار کنیم؟ اگر اشتباهاً ترک میشه در دو حالت ما سجده سهو انجام میدیم. کدام حالت ها؟ یکی که یک واجبی از همین 7 تا واجب اشتباهاً از پیش ما ترک شود، یکی که در یک انجام یک فرض یا رکن نماز ما چی کنیم؟ تأخیر بکنیم. در دو حالت چی میشه؟ سجده سهو. سجده سهو در واقع جبران خساره یا یک عذری است به خاطر همین اشتباهی که کردیم. خب اول میگیم سجده سهو چگونه میشه. سجده سهویی که وقتی در نماز پی میبری که تو اشتباه کردی یا یک فرضی رو تأخیر انداختی یا یک واجب رو ترک کردی اشتباه، وقتی در اتحیات آخری اتحیات تنها خواندی به یک طرف سلام میگردانی، السلام علیکم و رحمت الله میگویی، بعد از او چیکار میکنی؟ دو بار سجده میکنی، عین سجده نماز سجده میکنی، 3 بار تسبیح میگویی، الله اکبر می بلند میشه، باز سجده میکنی، 3 بار تسبیح باز بلند میشی، میشینی، از نو تحیات با دروداش میخوانی و بعد از او چیکار میکنی؟ سلام. واجبا خود گفتیم که اگر الحمدلله فراموش میکنن، اگر فرض مثال اتحیات اول فراموش میکنه نمیشینه بلند بشه، اگر خواندن اتحیات آخر فراموش میکنه، اگر دعای قنوت فراموش میکنه، اگر اشتباها در جایی که نماز بلند خوانده میشه آهسته میخوانه، یا در جایی که نماز آهسته خوانده میشه بلند میخوانه، یا ای که تعدیل ارکان قابل چینیه، قابل محاسبه نیه، چون او فرض است و باید هم درست انجام شد. خب هر صورت اگر ما رکوع ترک کنیم یا سجده ترک بکنیم خب یک چیزی نقص بسیار کلانی، ترک فرض نماز جور نمیشه، نماز درست نمیشه. خب یک از همین واجبات ترک کردیم یا یک فرض به تأخیر انداختیم. چی رقم تأخیر انداختیم؟ قیام چیه؟ قیام فرضه. فرض کن به اتحیات اول شستی، اتحیات خواندی، دروداش هم خواندی، درودار رو خواندی، خب به این معنا که تو اینجا باید درودار نمیخواندی، تو قیام و تأخیر انداختی. یا ای که در سوره در رکعتی که خالی تو ایستاده الحمدلله رو میخوانی، سوره رو هم میخوانی، تو باید الحمدلله رو بخونی بری سجده. حالا وقتی که سوره خواندی خب رکوع فرض، رکوع رو تأخیر انداختی. خب یکی از فرضا اگر تأخیر شوه یا یکی از واجبات ترک شوه ما این سجده سهو انجام دیگه. اینمی دو مسئله واجبات که 7 دانه و مسئله سجده سهو که چگونه انجام میشه، اینمی دو تا درست گوش بگیرین عزیزای دل. درست انشالله در وقتی که در مشکل مواجه میشین در نماز یک اشتباه میکنین این موارد انشالله به دردتان میخوره. به خیر سلامت باشین. الله یار نگهدارتان. خداحافظ. سلام علیکم.